سرخط مهمترین خبرها. جواب تاجیکستان به تروریستان و حامیانشان. بحث ریش و رفتار و گفتار. ملاقات مقامات با بلوگران. و جو بایدن نامزدیش را در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 پیشبری خواهد کرد. سلام بیننده های عزیز، با امید تنصیحاتی شما نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه 27 اپریل است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر یک اظهارات خاص از عمل غیرقانونی سرحد شکنی و تروریستی که روز 26 اپریل در منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشگیری کرده شد، نگرانی عمیق کرده است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اعلامیه خبر داد که دو عضو به گفته آنها سازمان بین‌المللی تروریستی را در سرحد با افغانستان کشتند، اما از کسی یا گروه نام نگرفتند. حادثه صبح 26 اپریل در حدود ناحیه ونج روی داده است. وزارت کارهای خارجه میگوید آنها از این عمل غیرقانونی سرحدشکنی و تروریستی اظهار نگرانی عمیق نموده آن را شدیداً محکوم میکنند و ابراز می‌دارد که سرحد تاجیکستان با قدرت تام حفظ کرده می شود و نیروهای مسلح کشور به هر شخصی یا گروهی که در فکر ویران کردن آن می باشند پاسخ مناسب و سریع خواهند داد. پیشتر سازمان پیمانی امنیت دست جمعی از نیرو گرفتن گروه‌های تروریستی در افغانستان و خطری در آمدن آنها به کشورهای عضو سازمان اظهار نگرانی کرده بود، ولی به قبل یک منبع در جای واقعه ورود مسلحان با مقصد حمله نبوده آنها از ساکنان تاجیکستان خوراکواری خواستند. سنجش مستقلانه این گفته ها غیر ممکن است. در دوشنبه مقامات با بلوگران و فعالان شبکه‌های اجتماعی ملاقات کردند. همایش با شرکت ده‌ها جوان فعال در اینستاگرام و یوتیوب و فیسبوک با تشبث کمیته کار با جوانان ورزش و سیاحی برگزار شده. در آن نمایندگان مقامات با بلوگران در موضوع راه‌های درست استفاده از شبکه‌ها، آداب و رفتار، نمود ظاهری، سر و لباس و ریش صحبت کردند. محتوای نوار و موادهایی که بلوگرها در صحیفه‌های خود نشر می‌کنند یکی از موضوعهای دیگر این ملاقات بود. تشبثکاران این نشست به آن تاکید کردند که با توجه به افزایش شمار کاربران شبکه‌های اجتماعی و نقش آن به افکار جامعه، ضرورت تشکیل چنین همایش و معرکه‌های فهماندهی پیش آمده است. ما یک ملت باید بسازیم که با همون خصوصیت‌های خودش باید از همه فرق کنه. تقلید باید در اینجا نباشه. وقتی که ملت خودش همین حافظ یا بلوگره اگر خودش با یک کس مانند کرد و آبرو نمی‌یابد. ملت هم همین گونه است. یک ملتی آزاده دیگر. مسئله ریش برای چی؟ مثلا بسیار ما حساس هستیم نسبت به همین چیز، می‌خواهیم که همین چیز عموما باشد یک در چارچوبه فهمیشی عمومی جمعیتی قرار بگیرد. امروز گپ درباره تحریک تفکری بیگانه از آن جمله از جانب نام حزب حرکت‌هایی که در افغانستان امروز نفوذ پیدا کردند، حاکمیت مردم را غصب کردن گرفتن، یعنی بیرون از اراده مردم و همین چیزها را ترغیب میکنند. همساله سرمایه‌گذاران میلیاردها دلار را برای ماشین‌های قدیمی و یا رترو صرف می‌کنند. حالا این بازار از یک جامعه نسبتاً خردی کلکسیونرها بیرون رفته مبلغ گذارانی را فرا می‌گیرد که با امیدی درآمد بیشتر جلب شدند. گزارش تهیه کرده همکارمان شهلای گلخواجه در همین باره است. کلکسیای وسیع ماشین‌های نادر و یا رتروی فلوریان زیمرمن اکنون از شغل دوست داشته‌اش به منبع درآمدش تبدیل شده است. او به خریدن ماشین‌های کهنه زمانی آغاز کرد که در شرکت مرسدس بنز فعالیت داشت. از آن وقت تا این جانب 300 ماشین را گرد آورده است. وظیفه آخرین من در مرسدس راهبری مرکزی کلاسیکی بود. وابسته به این مجبور بودم که با ماشین‌های کلاسیکی زیاد کار کنم. از همان وقت به جمع‌آوری ماشین‌های خودم شروع کردم. همساله در سراسر جهان میلیاردها دلار برای ماشین‌های قدیمی صرف و موج سرمایه‌گذاری به این دارایی آلترناتیوی روانه می‌شود. سال 2022 ماشین مرسدس بنز 300 SLR اوخلندخاوت کوپ سال استحصالش 1955 به مبلغ 135 میلیون یورو تقریبا 149 میلیون دلار فروخته شد که گرانترین در جهان محسوب می‌یابد. طبق گزارش کنایت فرانک درباره دارایی‌های سال 2023 قیمت ماشین‌های قدیمی در 10 سال اخیر 185% بالا رفته از شراب، ساعت‌ها و اشیاء صنعتی گرانبها
پیش گذشته است. حالا از لحاظ نرخ تنها ویسکی نودیر از این ماشین ها بلندتر می باشد. از این سبب بازار ماشین های رترو از حساب سرمایه گذارانی که می خواهند درآمد بیشتر به دست آورند توسعه می یابد. صرف نظر از شوخی و خوشحالی جمع ماشین ها به یک سرمایه گذاری تبدیل یافت. همانگونه که شما در پشت سر من می بینید کلکسیای ما از ماشین های زیاد عبارت است که برای آینده نگاه می داریم. اما خرج این تجارت کم نیست. زیمرمن میگوید خراجات جاری ماشین از جمله نگهداری و سقورته می تواند هر سال تا 6% از ارزش آن را تشکیل بدهد. پیدا نمودن قسم های احتیاطی موافق برای این ماشین ها تا رفت مشکل تر می شود و شما باید مبلغ زیاد صرف کنید تا همه این ماشین ها را در حالت کاری نگاه دارید. با این وجود بازار ماشین های نادر با افزایش شماره افراد دارا رشد میکند. بر پایه ارزیابی شرکت سقورتوی ماشین های قدیمی با نام هاگرت همساله در سراسر جهان مبلغ عمومی خرید و فروش این گونه ماشین ها در مجموع حدود 80 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. در حالی که امریکای شمالی بزرگترین بازار مزایده ها باقی میماند، زیمرمن میگوید در سالهای آخر خریداران در خاورمیانه، هند و چین افزایش یافته است و سبقت جهانی برای تدریجاً دست کشیدن از ماشین های محرک سوزشواری تنها به افزایش توجه به این یادگاری های دوران گذشته خدمت خواهد کرد. در تاجیکستان هرچند موسم آببازی آغاز نیافته است ولی کمیته حالتهای فوق‌العاده از فوت نابالغان هنگام آببازی خبر داده است. با اطلاع این نهاد در یک هفته اخیر در نتیجه رعایت نکردن قاعده های آببازی 3 کودک به هلاکت رسیدند که کلانترینشان همگی 14 سال داشته است. با اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده در 3 ماه اول سال جاری در آبهای تاجیکستان 14 نفر غرق شدند که 9 نفرشان کودکان می باشند. اینچنین در 3 ماه اول سال روان 5 نفر نجات یافتند. کمیته از اهالی دعوت نموده است که کودکان را به نظارت نگذارند و با کودکان خطرهای تنها رفتن به ساحل کانال جوی و دریا و بحرها را فهمانند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نامزدیش را در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 پیشبری خواهد کرد. معاون پرزیدنت آمریکا کامالا هریس هم گفت همراه بایدن در انتخابات سال 2024 اشتراک می‌نماید. بایدن که در پایان دوره دوم احتمالی رهبریش 86 ساله می شود باور دارد دستاوردهای قانونگذاری در دوره اول و تجربه بیش از 50 سالش در واشنگتن نظر به سن او افضلیت بیشتر دارند. حزب دموکرات که بایدن عضو آن است هنوز از پیشبری نامزدی دیگری به انتخابات نوبتی خبر نداده است. از حزب جمهوری خواه ممکن است دونالد ترامپ نامزد شود. جو بایدن 46مین پرزیدنت آمریکا است و کهنسال‌ترین پرزیدنت ایالات متحده به حساب می رود. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بخوزاده همراه می بینیم. 27 اپریل سال 1978 در افغانستان تبدلات نظامی شروع شد که در تاریخ با نام انقلاب ثور هم معروف است. ثور در افغانستان ماه اپریل را میگویند. آن روز گروه افسران حزب غیر قانونی خلقی دموکراتی افغانستان که هواخواه نظام کمونیستی بودند، حکومت محمد داود خان را سرنگون کردند. در کشور جنگ شهروندی سر زد و دکبر سال 1979 که آن را مرحله دوم انقلاب ثور هم مینامند، اتحاد شوروی افغانستان را اشغال کرد و حکومت کمونیستی خود را نشاند. این دوره آغاز مرحله نوی بی‌ثباتی در افغانستان شد که 10 سالها ادامه دارد. 27 اپریل سال 1993 تاجیکستان عضو صندوق بین‌المللی پول یک نهاد مالی بین‌المللی شد که برای مبارزه با فقر و پیشبرد اقتصاد در مجموع 500 میلیون دلار قرض و یاری‌ها داد. ولی سال 2008 این سازمان مقامات تاجیکستان را در پیشکش کردن معلومات نادرست درباره صرف مبلغ‌های قرض گناهکار کرد که با هدف مبارزه با فقر و بینوایی داده شدند. شروع از سال 2012 برنامه قرضدهی به تاجیکستان از جانب صندوق بین‌المللی پول باز داشته شده مذاکرات با حکومت ادامه دارد.
27 اپریل سال 1992 تاجیکستان و جمهوری کره جنوبی رابطه‌های دیپلماتی برقرار کردند. کشوری واقع در آسیای شرقی و نیم جزیره کره یکی از دولت‌های با سرعت پیشرونده است و تاجیکستان را چون بخشی از آسیای مرکزی مورد توجه سیاسی قرار داده است. همکاری‌های دو کشور در دوره مکالمه‌های سیاسی طرح انرژی دیده می‌شود و سئول یکی از کشورهای امدادرسانی تاجیکستان در دوره پاندمی کرونا ویروس بود. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما تا فردا در همین وقت و ساعت خداحافظی میکنیم. خیر، خدا نگهبانتان.